دستگاه هیتر برقی تک فاز 3 کیلووات چند تا حالت داره. حالت فنش یه حالته که فن همیشه شروع به کار کنه روی حالت 2. یه حالتش زمانی که المنت وقتی کامل گرم شد وقتی فن شروع به کار کنه. ما گذاشتیمش روی حالتی که حالت 1، حالتی که وقتی المنت کامل گرم شد فن شروع به کار کنه، وقتی المنت کامل داغ بشه فن شروع به کار میکنه. المنت هم که 3 تا حالت داره. حالت صفرش که کلا کار نکنه، حالت 1 روی 65% گرماش دستگاه کار کنه، حالت 2 روی 100% یعنی کل 3 کیلووات کار کنه. پس میشه 1.5 کیلووات 3 کیلووات. ترموستات تنظیم دماست، ما میذاریم روی 40. روی مثلا میتونیم 30 بذاریم، دمای اتاق به 30 رسید خاموش کنه، به 20 بذاره. به این صورته. من الان میذارم روی 40 که مشکلی پیش نیاد. الان المنت ها کامل گرم شده، اینا کاملا گرم و مشخص. فن هم شروع به کار کرد. من از فن هم میزنم. فن شروع به کار کرد. بذار المنت هاش هم ببینیم. دامپر رو میزنیم تا اینکه المنت ها مشخص بشه. المنت ها کامل قرمز شده. الان فن هم شروع به کار کرد. گرم هم میشه. فنش هم میگه. خب گرمش کاملا محسوسه. من اینجا دست من کاملا گرمش اینجا داره حس میکنه. دستگاه وقتی کاملا گرمه دیگه شما دستگاه نباید تکون بدید. دستگاه حتما با محافظ برق وصل کنید که محافظ برق المنت‌ها رو آسیب نزنه، به فنش هم آسیب نزنه. گرد خاک هم سعی کنید توی دستگاه نره. اگه این جایی هست که گرد خاک زیاده، سعی کنید از این سمت یه بار فقط فن خالی رو روشن کنید که گرد خاک رو از این ور بزنه. از این ورم یه بادی چیزی به دستگاه بگیرید که گرد خاک از المنت‌ها خارج بشه، روی المنت‌ها نمونه رسوب.